اینو باید همه توجه داشته باشن، بدانن این چون مطلب مسلمی است که دشمن میخواد تشکیک کنه در این. ما در این قضیه مهمی که پیش آمد در این حادثه اخیر ما از جنگ استقبال نکردیم، اینو همه بدونن. بله ما رژیم صهیونیستی رو سرطان میدونیم، رژیم آمریکا رو هم به خاطر پشتیبانی از او جنایتکار میدونیم، اما ما از جنگ استقبال نکردیم، ما به پیشواز جنگ نرفتیم. ولی وقتی دشمن حمله کرد پاسخ ما کوبنده بود. ما در جنگ محکم وارد شدیم. دلیلش هم اینه، این دلیل واضحش اینه که رژیم صهیونیستی که طرف مقابل جنگ بود مجبور شد با آمریکا متوسل بشه. اگر خم نشده بود، اگر به زمین نشسته بود، اگر احتیاج نداشت، اگر قادر بود از خودش دفاع کنه، اینجور متوسل با آمریکا نمیشد. با آمریکا متوسل یعنی دید از عهده جمهوری اسلامی برنه. البته این مال مربوط به رژیم صهیونیستی است. در مورد آمریکا هم آمریکا هم که حمله کرد، ضربه متقابل ما با آمریکا ضربه خیلی حساسی. حالا انشاءالله مقداری میگذره، حالا چند ماه یا چند سال من نمیدونم، سانسورها برطرف میشه، بعد معلوم میشه ایران چیکار کرده. اون مرکزی که مورد تهاجم ایران قرار گرفت مرکز فوق‌العاده حساس آمریکا توی این منطقه. ضربه بزرگی بود، البته از این بزرگتر هم میتوان ضربه به آمریکا و به دیگران وارد کرد انشاءالله.